پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام. دقایقی پیش خبری تلخ در رسانه‌ها منتشر شد. مهرداد میناوندی که متولد 9 آذر 1354 بود و بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس تهران بود، به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خودش را از دست داد. مهرداد میناوندی که آخرین بار به همراه علی انصاریان در یک برنامه زنده اینترنتی که ویژه دربی مسابقه تیم‌های استقلال پرسپولیس بود شرکت کرده بود و هر دو این افراد به نوع شدید ویروس کرونا مبتلا شده بودند و متاسفانه هر دو این افراد بیش از 75% از ریه‌شون درگیر بود که وضعیت مهرداد میناوند بسیار وخیم اعلام شده بود، تا جایی که علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و رفیق صمیمی مهرداد میناوند تصمیم گرفت که از یکی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، فکر می‌کنم از یکی از شیوخ این کشورها، یک داروی ویژه برای مهرداد میناوند تهیه کرده بود که حال مهرداد میناوند بهتر بشه، اما متاسفانه روز به روز شرایط مهرداد میناوند بدتر میشد تا اینکه تنفس کشیدن برای او سخت بود. برای همین پزشکا تصمیم گرفته بودن که او رو به خواب مصنوعی ببرن و بیهوشش بکنن، اما متاسفانه عمر مهرداد میناوند به این دنیا نبود و در بیمارستان لاله تهران جان خودش را از دست داد. از طرفی وضعیت علی انصاریانی که به همراه مهرداد میناوند در این برنامه اینترنتی شرکت کرده بود خوب نیست و او هم به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد. خب حتما در جریان هستید که چند روزی هست دو پیشکسوت ارزنده فوتبال کشورمون، مهرداد میناوند عزیز و علی انصاریان عزیز، به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری هستند. اجازه بدید که برای اطلاع از آخرین وضعیت این دو پیشکسوت خوب فوتبال کشورمون گفتگو کنم با دکتر محمد رضا هاشمیان، عضو تیم معالج. آقای دکتر سلام و وقت شما بخیر. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما جناب آقای قاضی میرسعید و سایر همکارانتون و بینندگان محترم. آقای دکتر، بدون مقدمه بریم سراغ آخرین وضعیت این دو عزیز و اینکه به چه ترتیب هستش، چه تغییراتی طی این دو روز گذشته در وضعیت جسمانی و درمانی میناوند و انصاریان ایجاد شده. خب در واقع هر دو عزیزمون درگیر بیماری کرونا شدن، ولی در مسئله این هستش که وضعیت جناب آقای میناوند خب همونطور که می‌دونید تحت تغذیه مکانیکیشون قرار دارن، تنفس مصنوعی همراه با درگیری شدید ریوی و خب به حال نسبت به روز گذشته و مثلا پریروز در واقع وضعیتشون از نظر شرایط کلی بهتر هستش و خب به حال فعلا مجبور هستیم که با تیم اصلی درمانی که اونجا تشریف دارن در بیمارستان لاله وضعیت رو در واقع به سمت آروم به سمت در واقع وضعیت بهتر حرکت بدیم. باید مواظب جزئیات باشیم. در درمان در ICU جزئیات برای ما بسیار بسیار مهم هست و امیدوار هستم که این تا 48 ساعت آینده همین وضعیت و همین ثبات برقرار باشه و یافته‌های بعدی یافته‌های بهتری ازشون باشه. از وضعیت در واقع زمانی که در خصوص ایشون فکر می‌کنم باید ما فکر کنیم حداقل 10 روز در خصوص بستری بودن ایشون در این شرایط تا اینکه به وضعیت بهتری دیگه برسه. در خصوص جناب آقای انصاریان که خب درگیری مستقیم بیشتری پیدا کردم، ایشون هم در خصوص ایشون هم وضعیت خب درگیری دیگه وجود داره. دستگاه تهاجمی غیر تهاجمی در واقع برای تنفسشون از ویروس استفاده میشه که بتونه کمک بهتری بهشون بکنه. در کنار اون درمان‌های استاندارد وجود داره و این درمان‌های استاندارد در حال اجرا هستش. آقای دکتر، مطالبی طی یکی دو روز گذشته مطرح شده بود مبنی بر اینکه مشکلی برای تهیه دارو، حالا مشخصا آمپول وجود داره. آیا شما تایید میکنید یا که نه واقعا مشکل نیست؟ اصلا قابل تایید نیست. وضعیت ما ببینید ماهای پیش درگیری ما در دارو، در تقاضای داروها خب
همونطور که می‌دونید بوده، ولی ما در شرایط حاضر خدا رو شکر داروهایی که صحبتشون می‌کردیم الان در بیمه وارد شده حتی اینا در واقع تولید کشور داخل هستن، در ایران تولید میکنه و ما هیچ نقصی در زمینه دارویی در خصوص نداریم. بقیه داروهایی هم که ممکنه استفاده در واقع بکنیم داروهایی هست که در کشور وجود داره. امروز من با در واقع مسئول فنی داروخانه 29 فروردین هم صحبت کردم و چیزهایی که در واقع برای آقای انصاریان می‌خواستیم از ایشون مستقیما زنگ زدم سوال کردن که کجا دارن، گفتن ما داریم و برامون ارسال کردن. فتوا آقای میناوند به همین صورت. خب به هر حال همه مضطرب هستن، جمعیت ورزشکاران در فوتبالیستا خیلی نسبت به هم همونطور که تیمی کار میکنن، همونطور که در زمین با هم هستن، خیلی برای من جالب و جذاب هستش که الان هم به صورت تیمی دوست دارن که شرایطشون در واقع شرایط مناسب باشه. ولی ما درمانی که در واقع میکنیم اون درمانی است که برای سایر مریضان در واقع در این مدت انجام دادیم. پروتکلی که در آی سی ما نوشتیم در روزهای اول اولین پروتکل در دنیا هستش که نوشته شده در آی سی و این رو همه در واقع میدونن و همون پروتکلی که از ابتدا ما شروع کردیم خب یه پروتکل موجه‌تری در ماه‌های آینده شد و نیازی به تغییرش در شرایط حاضر نداریم. شدت بیماری و اون وضعیت بیماران خود در واقع اینها دو تا فاکتوری هستن که میتونه در واقع تعیین کننده وضعیت آینده بهتر یا بدتر شدنشون باشه. آقای دکتر خیلی متشکرم برای شما و تیم درمان در واقع این دو پیشکسوت فوتبالی کشور آرزوی موفقیت می‌کنیم و امیدواریم همه بیماران سلامتیشون رو پیدا کنن. از طرفی تسلیت میگیم به خانواده مرداد میناوند که تازه ازدواج کرده بود، یکی 2 ماه نمیشد که از ازدواجش گذشته بود و صبر بده خداوند به خانوادهش و به ویژه طرفداران تیم پرسپولیس تهران. مرداد میناوندی که بازی در تیم‌های اروپایی از جمله کشور اتریش و همچنین سپاهان اصفهان دیده میشد و همچنین 10 بازی رو در لیگ قهرمانان اروپا و 67 بازی ملی هم در کارنامه مرداد میناوند بود. مرداد میناوندی که در اون تیم رویایی سال 98 به همراه تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی رفت و در خیلی از مسابقات بزرگ به همراه تیم ملی فوتبال ایران بود. اما در روزهای گذشته امیدواری‌های زیادی پزشکا به بهبود وضعیت مرداد میناوند داده بودند. خیلی از بازیکن‌های فوتبال و بازیگرها و هنرمندها به دیدار مرداد میناوند رفته بودند و پزشکش میگفتش که حال مرداد میناوند بهتر شده و حتی قراره که از خواب مصنوعی بیرون بیاد و اصطلاحاً از بیهوشی خارجش بکنن. اما متاسفانه دقایق پیش خبری تلخ منتشر شد که بهتون گفتم حال علی انصاریان هم بهتر از مرداد میناوند نیست. خواهشاً ویروس کرونا رو جدی بگیرید و فکر نکنید که بازیه یا اصطلاحاً چیزی شبیه این به همین راحتی جون افراد رو میگیره و توصیه‌های پزشکی رو رعایت بکنید. در صورت بازم تسلیت میگیم به خانواده مرداد میناوند و جامعه ورزشی ایران.